از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی اوستارو هی تعبیر کردم ویل آیاتی مجلا رو روایت های موسی و تاریخی مسیح رو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو گه جستم دی محزنهای درینی خراسانش گه از واژه‌نامه‌های سوخت و عهدی ساسانش گه از لابلای دفتری خاورچی ناسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش گیاهی معرفت میخورد نقشی فداکارش سخن می‌لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردگون میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت درون کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح کی روحش آب را با روشنایی می کند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح بله وخیا چونین یک انتخابی خاکی یزدان است بله وخیا چونین یک سرزمینی راد مردان است که هر برجی
انسان است. اگر مأوای آدم نیست پس مأوای انسان است. کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است. اگر مأوای آدم نیست پس مأوای انسان است. کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است. کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است. دوباره از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی اوستارو. هی تعبیر کردم ویل آیاتی مجلا رو، روایت های موسی رو و تاریخی مسیح رو. کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیار رو. کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیار رو. گه جستم بی محزنهای درینی خراسانش، گه از واژه‌نامه‌های سوخت و عهدی ساسانش، گه از لابلای دفتری خاورچیناسانش، گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش. کی شاید در کشاید مشکلی منی آسانش. گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش. کی شاید در کشاید مشکلی منی آسانش. شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد، فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش. گیاهی معرفت میخورد نقشیری فداکارش. سخن می‌لرزید از هیبت کی تو باشد سزاوارش. کی گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش. کی گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش. در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون، فرازی سرگهی خینگا بلازوری زمورش.